در اثر جنگ‌های اخیر در کندز بیش از 2000 خانواده از منازلشان بیجا شدند. شماری از خانواده‌هایی که از اثر جنگ از ولسوالی قلعه‌زال کندز بیجا شدند، همکنون در وضعیت رقتبار در ساحات مختلف شهر کندز به سر میبرند. میگویند که به دلیل ناامنی و جنگ از مناطقشان بیجا شدند. دیگه اونجا بسیار امکانات نیست، جنگ و چیست. طالبا گفت که شب و نیم شب آمد که برای نسخاره 5 روز مثل که اینجا آمدیم دیگه. طفلکام همه آفتابی دم 4 دیوالی هستیم دیگه. هیچ دولت نادیده گرفته، هیچ نامدن. در ولسوالی کندز آمدیم. الان بچه بزرگاش کشته کن لی خوراکه دارم، لی گاز دارم، لی پوشاک دارم، هیچ چیز ندارم. از سوی دیگر سید محمود دانش سخنگوی مقام ولایت کندز میگوید که سروی خانواده های بیجا شده را ارگان های مربوطه آغاز کردند و به زودی به مشکلات آنان رسیدگی خواهد شد. روز قبل جلسه آلت اضطرار که تحت رهبری مؤسس مقام ولایت تدبیر یافته بود در ولایت کندز روی مکانیزم رسیدگی برای وضعیت مهاجرین بحث تبادل نظر صورت گرفت و همچنان همکارهای بین المللی و مؤسسات بین المللی که در ولایت در قسمت کمک رسانی برای مهاجرین کار میکردن اینا وظیفه گرفتن و همچنان ریاست امور مهاجرین. آقای دانش علاوه کرد که همکنون به هدف بازنمودن شورای کندستخار عملیات نظامی جریان دارد و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند. وی بیان نمود که به زودی به هدف بازپسگیری ولسوالی قلعه‌زال نیز عملیات گسترده نظامی راه اندازی می شود. شورای ولایتی کندز میگوید که در اثر جنگ‌های اخیر در این ولایت بیش از 2000 خانواده به شمول ولسوالی قلعه‌زال و از دیگر ساحات کندز بیجا شده اند.